گاهی انسان ممکن است بدون اطلاع و ناخواسته به کودکان اجنه صدمه وارد کند و یا حتی باعث مرگ او شود. در این مواقع اجنه به روش‌های مختلفی در صدد انتقام از انسان برمی‌آیند. به عنوان مثال وقتی انسانی به روش‌های مختلف و ناخواسته باعث مرگ کودکان اجنه شود، متقابلا آنها او و یا فرزندانش را مورد اذیت قرار داده یا حتی باعث مرگ و دیوانگی آنها خواهد شد. در مواقع آنها هر کودکی را که در شکم همسرش در حال شکل گرفتن باشد خواهند کشت که چاره کار مراجعه به استاد عامل برای دفع اجنه می باشد. گاهی نیز اعضای خانواده را به شکل مختلفی مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند. اما چطور ممکن است ما باعث مرگ یا صدمه به کودکان اجنه شویم؟ گاهی بدون توجه، خصوصا شب هنگام، آب داغ را روی زمین می‌ریزیم که بهتر از قبل این کار نام خدا را به زبان بیاوریم که آنها متوجه این امر شده و از محل فاصله بگیرند، چون کودکان آنها خصوصا شیاطین کمی تنبل‌تر از کودکان انسان‌ها هستند. پس باید این مسئله را مد نظر قرار داد. در هنگام گذاشتن لوازم سنگین روی زمین هم باید به این نکته توجه کرد. البته امکانش بسیار کم است که این اتفاقات رخ دهد، اما محض اطمینان بهتر است در انجام چنین کارهایی به نحوی به آنها اطلاع دهیم که محل را ترک کنند. شخصی در روستایی ناخواسته شب هنگام زمان بیل زدن باغ خود به یکی از آنها صدمه وارد کرده بود که تاوان بدی به همراه داشت. در مناطقی مانند مکانهای متروکه، باغها، محیطی با خاک قرمز، خرابه‌ها و زیر درختان میوه بایستی بیشتر مراقب بود.